میر محمدی بالاخره. اینها دو شخصیت بسیار والا مقام و بسیار دارای درجات و کمالات هستند و مثل ستاره های درخشان و تابان و مثل آفتاب و مهتاب عزیزان دل در رشته خویش در جمهوری تاجیکستان می درخشند و افتخار همه اقوام متعدد و مختلف مردم جمهوری تاجیکستان می باشند. و بعد من این مراسم شادمانی و خرمی و فرحانی را مجددا به شما مبارکباد میگویم. خوشا به حال والدین و پدر و مادر شمایی که امروز می نازند و می بالند. من از همه جلوتر باید این مراسم را به خاندان شیخ ها باید تبریک بگویم. آقای عباد پهلوان، آقای سورا پهلوان، آقای ارباب پهلوان، آقای پولاد پهلوان و دیگر دوستانی که از نبیرگان اینها هستند، اینها در گذشته هم روشنی چشم و سردی چشم جمهوری تاجیکستان بودند. امروز بالاخره فرزندانشان قایم مقام اونها و دارن می درخشند. از این لحاظ عباد پهلوان عزیزان دل